سلام، وقت شما بخیر. بنده حسام هستم، مدیر مجموعه فناوری اطلاعات حسام. مجموعه‌ای که در زمینه فروش نسخه‌های نرم افزار حسابداری پارسیان و همینطور راه‌اندازی و پشتیبانی سامانه مؤدیان در کنار خیلی از شما عزیزان بودیم. قبل از اینکه آموزش رو شروع بکنیم، باید نکته کوتاهی رو خدمتتون عرض کنم. از اونجایی که این آموزش به صورت رایگان در اختیار شما قرار گرفته، لطفاً جهت حمایت از ما دکمه دنبال کردن پایین صفحه رو انتخاب کنید و در صورتی که در آینده نیاز به خرید نرم افزار حسابداری پارسیان و راه اندازی سامانه مؤدیان داشتید، روی کمک تیم حرفه‌ای ما حساب کنید. یکی از اولین آیتم هایی که ما باید توی نرم افزار حسابداری خودمون تعریف بکنیم، تعریف کالا توی برنامه هست. ما زمانی که کالایی رو توی برنامه خودمون تعریف بکنیم، میتونیم بعداً توی فاکتور فروشمون ازش استفاده بکنیم و همینطور توی سامانه مؤدیان با اون کالا صورت حساب ارسال بکنیم به سایت امور مالیاتی. برای تعریف کالا توی نرم افزار حسابداری پارسیان، از بالای صفحه وارد قسمت اطلاعات انبار، تعریف گروه کالا و کالا میشه. این قسمت عنوان گروه کالا قسمتیه که ما باید گروه‌های مورد نظر خودمون رو تعریف کنیم و زیر مجموعه اون گروه‌ها کالاهای خودمون رو یکی یکی وارد بکنیم. به عنوان مثال من روی اضافه کردن ردیف کلیک میکنم و با زدن دکمه اینتر به قسمت عنوان گروه میرم که بتونم داخلش تایپ بکنم. به عنوان مثال من عنوان گروه هم هست نرم افزار. وقتی اینتر بزنم و ثبت بکنم، عنوان گروه نرم افزار برای من ایجاد میشه. قسمت بعدی من میخوام دوباره اینتر بزنم و یه گروه جدیدی تعریف کنم به عنوان سخت افزار. من الان زیر مجموعه عنوان گروه نرم افزار و سخت افزار میتونم یکی یکی کالاهای خودم رو تعریف کنم. به عنوان مثال من وارد قسمت عنوان گروه کالای نرم افزار میشم، روش دبل کلیک میکنم. این قسمتی که برای من باز میشه، کالاهای مورد نظر خودم رو زیر مجموعه گروه کالای نرم افزار میتونم تعریف کنم. روی اضافه کردن ردیف کلیک میکنم. به عنوان مثال میزنم نرم افزار حسابداری پارسیان، نگارش جامع. من باید اینجا برای کالای خودم یه واحد اندازه‌گیری تعریف کنم که به عنوان مثال ما نرم افزار رو با واحد اندازه‌گیری عدد به فروش میرسونیم. در صورتی که کالای شما نرخ مالیات ارزش افزوده‌ای داشته باشه و شما بخواید فاکتورهایی با نرخ مالیات رد بکنید، نرخ مالیات مورد نظر خودتون رو اینجا واردش می‌کنید داخل نرم افزار. در صورتی که ما بخوایم داخل یک فاکتور کالایی رو بزنیم و به سازمان امور مالیاتی تحت عنوان سامانه مؤدیان ارسال بکنیم، یه شناسه‌ای باید وارد بکنیم تحت عنوان شناسه ملی کالا یا شناسه ملی خدمت. این شناسه ملی کالا رو ما باید توی این قسمت که زده سایه شناسه وارد بکنیم و ثبتش بکنیم. یه موردی که هست برای کالاهای ما نیازه که ما قیمت گذاری انجام بدیم. اگر شما قیمت رو خالی بذارین، وقتی شما صدور فاکتور میخوان انجام بدین، به صورت پیش‌فرض چیز براتون نمیاره که بخواید داخلش وارد بکنه. اگر خواستین خودتون قیمت پیش‌فرضی برای کالاتون تعریف کنین، به عنوان مثال من این قیمت رو میزنم 5 میلیون تومان و تایید میکنم. الان اگر من توی صدور فاکتور این کالا رو بزنم و بخوام داخل فاکتورم بیارم، به عنوان پیش‌فرض قیمت 5 میلیون تومان رو برای من میاره. اگر خالی بذاریم صفر میاره و باید خودتون دستی قیمت مورد نظر خودتون رو وارد بکنید. ما با زدن دکمه ثبت یک کالا تعریف کردیم و الان میتونیم نرم افزار حسابداری پارسیان نگارش جامع رو با قیمت 5 میلیون تومان داخل فاکتورهای فروش خودمون استفاده بکنیم. مورد بعدی اینه که شما از قبل کالا یا خدمتی رو توی نرم افزار پارسیانتون تعریف کرده باشید و بخواید حالا به صورت یک جا اون کالاها یا خدمت‌هایی که هست رو ببینید و تغییرات روش اعمال بکنید. از بالای صفحه وارد قسمت سامانه مؤدیان، راه اندازی اولیه سامان مؤدیان و اینجا قسمت ثبت شناسه کالا و خدمات میشیم. الان ما اومدیم یه کارایی رو از قبل تعریف کردیم تحت عنوان نرم افزار حسابداری پارسیان نگارش جامع. به واحد کالاش عدد، شناسه مؤدیانش رو هنوز وارد نکردیم و نرخ مالیاتش 10%. ما میتونیم اینجا تغییراتی اگر میخوایم انجام بدیم اعمال بکنیم و ذخیره بکنیم. این مال مواردیه که تعداد کالاها زیاده. شما مثلا میخوان شناسه مؤدیان 50 تا کالا رو با هم وارد بکنید، یکی یکی نیاز نیست برین اطلاعات انبار شناسه های مؤدیانش رو تکمیل بکنید. اینجا میتونین انتخاب کنین اون ردیف مورد نظرتون رو، حالا هر تعداد ردیفی بود
با کلیک کردن روی قسمت انتخاب شما میتونید انتخابش بکنید. از پایین صفحه ما یه ثبت گروهی شناسه داریم که اینجا میتونید شناسه مورد نظر خودتون رو تعریف کنید و وقتی تایید بزنید روی همه مواردی که تعریف کردین قرار میگیره. یه ثبت گروهی مالیات هم داریم. اینجا ما میتونیم نرخ مالیات مورد نظر خودمون رو بزنیم و برای همه اینا که انتخاب کردیم با هم اعمال میشه. اگر واحد اندازه‌گیری کالاهاتون رو هم فراموش کرده بودین تکمیل بکنین، اینجا می‌بینید واحد اندازه‌گیری عدده. ما میتونیم بیایم اینجا اصلاح واحد اندازه‌گیری رو بزنیم و به هر واحد اندازه‌گیری که مورد نظر خودمون هست تغییرش بدیم و وقتی تایید بکنیم اینجا برای ما اعمال میشه. الان ما میتونیم از این کالا روی هر قسمت از برنامه استفاده بکنیم. برای اینکه ما شناسه ملی کالا رو پیدا بکنیم از بالای صفحه توی قسمت نرم افزار حسابداری پارسیان وارد قسمت سامان مؤدیان و تجارت میشیم. راه اندازی اولیه سامان مؤدیان. یه جستجوی شناسه کالا آفلاین داریم و یه جستجوی شناسه کالا آنلاین. که آفلاین نرم افزاری هست که داخل برنامه خودمون هست، با انتخابش باز میشه و میتونید داخلش کالاها رو جستجو کنید. و جستجوی شناسه کالا آنلاین هم وارد سایت امور مالیاتی میشه و میتونید از داخل اونجا اکسل هایی هست دانلود بکنید و داخلش جستجو کنید. ما وارد نرم افزار جستجوی شناسه کالا آفلاین میشیم. این نرم افزار ماست. الان ما اینجا میتونیم سرچ کنیم هر چیزی مد نظرمون هست و با زدن دکمه جستجو هر کالایی مد نظر ما باشه برامون پیدا میکنه. از بین این نزدیکترین کالا به کالای خودمون رو انتخاب میکنید. با کلیک راست روی قسمت شناسه کالا و کپی کردن شناسه ما کپی میشه و ما میتونیم روی کالای خودمون تعریف کنیم. حالا من بعداً توی ویدیوهای بعدی آموزش اختصاصی جستجوی شناسه کالا رو براتون قرار میدم که بتونین استفاده بکنید.